با داخل شدن به دارالمجانین چشمم به دختران و زنانی افتاد که بیماری روانی داشته و با چهره‌های معصوم و نامطمئن به دیگران نگاه می‌کردند. بعضی از این زنان از دوره طالبان به این سو در این محل نگهداری می‌شوند و شماری هم تازه به جمع آنها پیوستند. فرشته و فیروزه دو خواهری هستند که حدود 2 سال پیش به خاطر مرگ خواهر بزرگشان از ایران به افغانستان آمده بودند، ولی بعد از اندک زمانی به دلیل مریضی روانی به مرستون آورده شدند. این دو خواهر در دارالمجانین اظهار دلتنگی کرده میگویند: سلام خود را پر جانم مهربانم و علی سجاد جان برسد. من میخوایم نوی چشمان تا ببینم پدرجان بیا که ما را بخوای از ملسون بکش، ما را ببر در مخانگاه که ما. سلام مرا به خدمت پدرجان عزیز محترم، خواهش میکنم جانتان جور باشه بابا جان. ما میخوایم زودتر کار ما بخیر کنیم که ما مجا بیاییم بابا جان. بسیار دقیقیم، من رو سر روی تانا ندیدیم، روی مقبول تانا ندیدیم بابا جان. INCGSW5 آنها علاقه زیاد به دیدن برنامه‌های تلویزیونی داشته و با صدای بلند آواز می‌خواندند. نفیسه دختر جوانی است که از 3 سال به این سو در دارالمجانین کابل نگهداری می شود. وی با چشمان اشکبار از خانواده‌اش که به دیدنش نمی آیند شکایت می کند. بیادرای من هستن، سیدانا پدرم است، کوکاینشان هستن، کوکاین هم تقسیم نیستن. نمیاد که دل بدرد آمده، میگه پرندشم برم فامیلی دیگه نفرمیه. یک دفعه پیششان میدم میگم باش که من یکی آورده به این فامیلی هایشان. دفعه مرا ببرن پیش اون پدرم بگویم پدر جان تو خیلی رقم در روی من نبودی، تو خیلی تو نمیکردی ما، تو نازدانا نگاه ما کرده بودی، تو خوبش نگاه کرده بودی. یک دفعه چرا مرا ایلا کردی؟ اگر نگاه ما میکنی نگاه کن، اگر نمیکنی من پس میرم در مرستون. مسئولین میگویند که 58 خانم در این دارالمجانین نگهداری میشوند و به آنها آموختن الفبا، مراعات کردن حفظ الصحه، پوشاک، خوراک و چگونگی استفاده از ادویه آموزش داده می شود. محمد زاهد کوشان رئیس مرستون و دارالمجانین میگوید که همه مصارف آنان را سرمیاشت میپردازد. وی میگوید که برای این مریضان از طرف شب ادویه داده می شود و به همین دلیل از طرف روز ناآرامی نمی کنند. آقای کوشان در صحبت با رادیو زدی چنین گفت: در مجموع مستفید شوندگان مستقیم مرستون های هلال احمر افغانستان 1209 نفر است. کسایی هستند که شبانه روزی از مزایای جمعیت ملی و مرستون هایش استفاده می کنند. محیط بازی برای تفریح دارند، برای ورزش دارند. آقای کوشان میگوید دلیل اصلی ابتلای خانم‌ها به مریضی روانی خشونت‌های خانوادگی و یک سلسله مشکلات دیگر می باشد. وی میگوید که در ولایات کابل، ننگرهار، قندهار، مزار و هرات 5 مرستون فعال بوده که به تعداد 160 خانم میان سال، 327 مرد، 136 دختر جوان و نوجوان و 168 پسر جوان و نوجوان در آن نگهداری می شوند.